بقواتی مولا بینی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید همه کسا به کانال محمد. من امروز 28 август روز جمعه آدرس ما طرفی خوجنده جبار رسول پرولتار رایون ده. امروز دوستان عزیز ما باش میام دو سر مالهای ذاتی شیری پیشکش ما میگردونیم. یعنی یک سر آچه بچه و یک سر بغضی نزدیک. دوستان عزیز به همهش میان ما می نداریم، مثلا دستگیری میکنیم. رحمت به همه شما دوستان عزیز. انشاءالله این روز رولک زور میشود. برای شما من یک سر آچه بچه پراد 4 پیاستره پیشکش شما میگردونیم. این بقچه را بینید، خدا خواهد این را بینید. بازی اکلش هم ببرونه من نگاه کنید. همین روز گوساله کدرگی های اینا نگاه کنید. گوساله را خودش نشان ده اینا گوسالش نرای. این معلومات دویم زایش های تماشا کنید. اینا گوساله را بینید. نه ای دور برام سر میتیام بگیشه. اینا گوساله خدا خواهد یک 40 کیلو میبروید. اینا میروز گوساله کدرگی سحر گوساله کدرگی خدا خواهد. اینا تماشا کنید. خدا خواهد این معلومات خدا خواهد شیری گوسالته. اینا گوسالش ارگینال بقچه نر. دوستان عزیز لایک میزنیم، دستگیر کنده نمیکنیم، لایک میزنیم، پایتیساسا میکنیم. خدا خواهد از ما این بقچه را برآورده نشان میتیم. این ببینید خدا خواهد اوسپیت کنید، خریدار کنید. خدا خواهد مال بهترین میگیرید. اینا مال ببینید شروع کرده بگی نشان ته سر آسمان نشده. اینا مال بقوتای کلانای اول نرخش اینترس نه همه مونده 32,000 سومانی باز معامله‌اش هست. برای شما ارزان موندیم. این بقچه‌ش ببینید خدا خواهد این ارگینال اینا بخره ببینید. نر گوسالش یک روزه حالی نوف شمس دادگی من همین سحری گوساله کدگی اینا شروع کرده نشان ته بقوت گوساله آینده دار خدا خواهد. این معلومات دویم زویش پراد 4 پیاستره امبلمش هم هسته. اینا عزیز دوستان عزیز خدا خواهد ما این معلومات میبراریم برآورده رگردانده ای خفاشم بگی برآورده رگردانده همه طرفلامش نشان میدیم. دندانش و چی قدر فلاشیر میجوشیم پیشکش ما میگردونیم. خمر سحر زایدگی خمر یکیش غلطید. اینا گوسالکش سیر کردیم گوسالشه اوزی من چند قدر فلاشیر میجوشیم پیشکش ما میگردونیم. دوستان عزیز یک سر آچه بچه یک سر بغضی نزدیک سر سینه. اینا بغضی هم شانوته باندش گوساله زین های نکنید سفسا. اینا دوستان عزیز خدا خواهد برآوردیم مولا تماشا کنید انشاءالله. اینا گوساله شای خودش ای قفاش ای همه طرفلama گیر نشانته. این معلومات دویم زایش گوساله کش بقچه باردگر میگوییم. همین سحری زایدگی های که همین سحری زایدگی های همراه کش فرامد گوساله سیر شد منه کسته و رگشته سر گوسالش انا که حاضی رگردیش و دندانش نشان میتیم. بعد در آورده اهلش هم پیشکش ما میگردونیم. دستگیر کنده نمیکنیم، لایک هم میزنیم. پایپساس میکنیم. ای کانال محمد دور نمیشویم. خدا خواهد این هم خیلی حرکت میکنیم. مالهای بهترین ای کانال محمد میبروید. نرخش هم 32,000 سومانی باز معامله‌اش هست. در دیگر جای این مالای 35-36,000 میمونن. اینا گوساله‌اش خودش یک گپای گوساله را یک شروع نشانته. اینا ماشاءالله مالای نگاه کنید دوستان عزیز. کسی در نصیب میکنه که خدا خواهد 1000 بار برکتش میاره. خدا خواهد این معلومات یکم زایشته تا 12-13 لیتر شیر تامین کرده. اگر نصیب کرده باشد خدا خواهد شیر درویا تا 15 لیتر شب و سحر شیر تامین میکند نصیب کرده باشد. اینا نشانته. اینا مال کلانه. آدرس ما طرفی خوجنده جبار رسول پرولتار رایون ده. دوستان عزیز اینا مال میدان نیست. مرحمت بیاین ای پیشم دیده معقول کرده بعد خریدار کنید. خدا خواهد مال شیطه های که
Yine. Şu dozduruyorum, bat nişan tiyim. Yine. Gusalaş ham kalonay bazı bardoshta sodayin. این طرف وای که سکین گردون شهر را گردن که یه برده رو تماشا کنید مولا بینید خدا خواه کلانش رو بینید گوساله رو نه نسان ولی کلان خود خوش وای کردی زیر کردی زد دوشید نکن که زد دوشید کردی استیبوس سکین روز رو بردن گیرید الان که مولدن گیرید زمین سکین موله نه زد دوشید کردی نه bu میرم نمیکنم دیگه اینا گوساله را بینید دیدگی آدمو این یماها میگه اینا گوساله کلانه لیکن زور بچه دادگی ارگینال دوستان عزیز اینا خدا خواهد ما جوشیدن سر کردیم اینا بینید مولا بینید اینا اهمیت دید اینا جوشیدن سر کردیم چند قدر فلاشیر میجوشیم با پیشکش ما میگردونیم دوستان عزیز فقط دستگیر کندن نمیکنیم لایک هم میزنیم ویدیو رو کنیم رو پادیلی سکنیم نه مول های بهترین این با کچه را بینید اینا کلان لیکی مالا ناس هم بینید نه مولا بینید مالا مقصد اهلش بینید یک گون خیل نمیزنه اینا این مالال استودای مالا این مالال جوشیده استی مالا بینید که استارشین چی کشین چی کنه اینا فانتان بوری ملویم جوشیش زور همش هم مایل شیریش قایماقدار دوستان عزیز بایوشی هم کشین کشو ایوش هم کشن جوشی نه جوشیدن سر کردیم خدا خواهد سطیل پر میکنن نصیب دوسالا خودش یک گفت اینا دوستان عزیز جوشیدیم من سر دادیم اینا خالتا نیست شد اینا اهمیت دین اینا پوست شد اینا برو اینا جوشیدیم من همین قدر جوشیدیم این سطح لیمون 10 لیتر اگر خفش خالتا 8 لیتر 7 لیتر یا جوشیدم ده همین قدر فلاشیر جوشیدیم اینا دوستان عزیز تماشا کنید دندانش شویا بر دندانش ببینیم دندانش چند تا یعنی بردار اینا دندانش 6 دندان کلان شد و دیگری و بغوزه بروریم که بغوزه تمام بس این اینا دوستان عزیز آخران مالمون تماشا کنید من پرادا چارن پیاسره بغوزی نزدیک دویم شکمده بغوزی نزدیکه بردارو اینا تماشا کنید دویم شکمده بغوزه خدا خواهد دیر بعدی 15 روز گوساله میکنند اینک مسئله نرخش برای شما دوستان عزیز 37 و 35 نمیگم برای شما ارزان دسترس میمونم 33,000 تومانی باز شروع میلش هست مرحمت زنگ زده خریدار کنید دوستان عزیز مال میدان است مال کلانه اینا قدش 1.40 1.45 میبرویا اینا تماشا کنید اینا بینید خدا خواهد این مالمان یکم زوشته تا 15 لیتر شیر تامین کردگیه خدا خواهد من این دویم زوشته با شیرش رو زیاد میکنه مال شیرته اینا حاضی ما دندانش همه طرف لمشه برای شما نشان میتیم اینا الله بمیرم میگه اینا تاکه اینا حاضر خدا خواهد در آورده
ahliша, dandonisha, beshka shuma megardonیم. دوستان عزیز اینا تماشا کنین مال الیته. خدا خواهد تا مابین 15 روزه این خلطه را 2 برابر کلان میکنه نصب کرده باشه. شروع کرده. لازم منه میداریم یکان جای بسته دندانشه و اهلشه و هم خیلی شان دادم میگیریم. چونه نه های نکه باشه. اینا اهل مول برادرو اینا نمیزنه یکان خیلی خصلتی بر نداره خلطه و خالی ایالی تا زایدنش 15 روز مهلت داره. بعدی 15 روز گساله میکنه. دندانشه خودت نشون تیه بود. دندانشه حرکت کن. این خیلی میبینه فرقش نیست. دندانشه نشون تی دندانشه نه در حقیقتا دیم زوی 6 دندان شد. نه ماشاءالله